سلام رفیق، خوش اومدی به این ویدیو. میخوام داخل این ویدیو یک روش درآمد آنلاین رو بهت معرفی بکنم که دو دنیا بهش میگن درآمد آربیتراژی. زندگی مردم تغییر کرده، خریداشون عوض شده، حتی کسب و کارها هم عوض شده و باید درآمدام یه ذره تغییر بکنه دیگه. باید روش‌های جدیدی بیاد. این روشی که میخوام بهت بگم، خب خیلی از جوانای خارجی دارن استفاده میکنن، پولای کلانی به دست میارن، در حد درآمد دیگه دکتر رو راحت به جیب میزنن. پس اگه این ویدیو رو پلی کردی حتما به دنبال این هستی که کسب و کار آنلاین خودتو بزنی. پس خوب گوش کن چی میگم، چون میخوام روشی رو بهت معرفی بکنم که هم خودم دارم ازش استفاده میکنم، هم به هیچ سرمایه اولیه نیاز نداره و هم به هیچ تجربه قبلی نیاز نداره. فقط باید نکته هایی که داخل این ویدیو میگم رو بگیری. و یه مورد دیگه بهت بگم، صرفا نتایجی که من گرفتم رو تو نمیگیری، چون نه شرایطمون یکسانه، نه زمانی که برای کارمون میذاریم یکسانه و نه روحیاتمون یکسانه. شاید اصلا این ویدیو رو ببینی و انجام ندی. خب ولی این روش کاملا درستیه، تحقیق کردم دربارش، خودم هم اجراش کردم و تونستم پولای خوبی در بیارم و میخوام این روش رو به تو هم بگم. و اینو بهت بگم، من مهدی فولادوندم و اگه تازه با ما آشنا شدی، تو ویدیوهام تجربیاتم از کسب و کارهای مختلفی که درشون بودم و کارهایی که دارم میکنم در اختیارت قرار میدم. من از سال 2019 داخل فضای اینترنت درآمدزاییمو شروع کردم، روش‌های مختلفی رو امتحان کردم: کریپتوکارنسی، آنلاین شاپ، فروشگاه آنلاین، کتاب صوتی، بازاریابی، فروش، ادمینی، تولید محتوا، تبلیغات و کلی کار دیگه. حتما کسی که این ویدیو رو پلی کرده آدمی بوده که دغدغه‌مند بوده برای آیندهش و اگر 20 دقیقه نمیتونی صبر بکنی و این ویدیو رو ببینی، باید بهت بگم که نه این روش به دردت میخوره، نه این ویدیو به دردت میخوره. پس اگه آیندت برات مهمه، میتونی براش 20 دقیقه زمان بذاری. بریم سراغ ویدیو. این روش درآمدزایی 3 تا نکته مثبت داره. یکی این که برای افراد مبتدی طراحی شده، افرادی که تجربه خاصی ندارن، درآمد خاصی هم ندارن. مورد دوم اینه که یک صنعت در حال رشد و روز به روز داره تقاضاش بیشتر میشه. مورد سومم اینه که توی بازار برهوت و خلوت داری کار میکنی و رقیبی نداری. همین برات یه مزیت رقابتی عالیه. خودت تو که میخوای یه درآمد آنلاین داشته باشی، به فکر این افتادی، حتما جایی هم دیدی که نمیدونم افیلیت مارکتینگ بکنی، دراپ شیپینگ بکنی، آنلاین شاپ بزنی. همه اینا یا به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارن، یا به زمان زیادی، یا به تجربه زیادی. و من اصلا اومدم که یه ویدیو بسازم برای کسی که هیچ کدوم از اینا رو نداره، صفر مطلقه. میدونی توی افیلیت مارکتینگ تو باید کلی تلاش کنی یه محصولی برای یه نفر بفروشی تا یه پورسانتی بگیری. عقلتو میگیره، وقتتو میگیره، نمیدونم انرژیتو میگیره. تو دراپ شیپینگ هم تو باید کلی هزینه تبلیغات کنی تا اون واسطه گری که داری انجام میدی خوب انجام بشه، بتونی آدم بیاری داخل سایتت، بتونی لید جمع بکنی، مشتری جمع بکنی، قبیله بسازی. خیلی دردسر. تو آنلاین شاپ هم که باید سرمایه اولیه داشته باشی، یه محصولی بسازی، یه محصولی تولید کنی، محصولی بیاری که پس اینا به درد ما نمیخورن. ما میخوایم که انرژیمون هم حفظ بشه. اما اگه از اول بری سراغ یه درآمد آنلاین مناسب که الان ویژگی‌هاشو میگم، خیلی میتونه کارت راحت بکنه، هم داخل زمانت، هم داخل انرژیت، هم کلی پول میتونه برات بسازه. ببین یه بیزینس خوب تو فضای آنلاین این ویژگی‌ها رو داره. یک، حاشیه سود بالایی داشته باشه. یعنی به جای فروختن چند تا محصول که بتونی یه درآمدی کسب بکنی، اگر یه محصول دیگه، یه خدمات خوب بیاری وسط، بتونی مثلا چند برابر اون انتخاب قبلیت در بیاری. ببین داخل فضای آنلاین مثلا میان ساعت میفروشن، ساعت رو میخرن 50 تومن، میدن 150 تومن، بعد جیغ و هورا میکشن که 3 برابر قیمت فروختنش 200% سود کردن. خب باید چند تا ساعت بفروشن که 1,000,000 تومان جمع بکنن، باید 10 تا ساعت بفروشن که 1 تومن جمع بکنن. حالا اگر محصولی داخل فضای آنلاین داشته باشی یا کالا یا خدماتی که حاشیه سودش بالا باشه، با تعداد فروش کمتر درآمد بیشتری خواهی داشت. این یکی از فاکتورها. دومی، سرمایه اولیه‌ای که لازم داشته باشه نزدیک به صفر باشه. اینا یه مزیت خیلی خوبه. مورد اول گفتم که محصولی باشه که با یه بار فروش پول خوبی گیرت بیاد. سومی هم اینه که محصولی که میفروشی حاشیه سود بالایی داشته باشه، یعنی بیشتر پول بیاد تو جیبت تا دوباره بشه خرج تهیه. مورد بعدی این که بازاری باشه که مشتری داخلش زیاد باشه، تقاضا زیاد باشه. مورد بعدی این که درآمدت یک جا و یک بار نباشه، پول به صورت گردشی بیاد که بتونی ازش یه حقوقی برای خودت بیرون بکشی. با این شرایط
تنها کسب و کاری که به نظرم میتونه همه اینا رو تیک بزنه کار بازاریابی برای کسب و کارهای محلیه. کسب و کارهای محلی کم کم دارن به سمت آنلاین شدن میرن، حاضرن برای اینکه شما توسعه بدید کسب و کارشون رو تو فضای آنلاین، به فروش آنلاین برسونینشون، بهتون پول خوبی بدن. چون اگر این کارو نکنن کم کم از چرخه کسب و کار حذف میشن، چون کاسبی‌ها دیگه داره آنلاین میشه. نکته باحال اینجاست که داخل این روشی که میخوام بهت بگم تو قرار نیست همه کارا رو انجام بدی. تو از یه چیزی استفاده میکنی به نام آربیتراژ پیمانکاری. مشتری رو پیدا میکنی با روشایی که بهت میگم، فریلنسر هم پیدا میکنی با روشایی که بهت میگم. برای این مورد باید بیای سراغ روش آربیتراژ پیمانکاری. تو آربیتراژ پیمانکاری تو میای کسی که مشتری رو پیدا میکنی، فریلنسر و انجام دهنده حرفه‌ای کارو هم پیدا میکنی. این وسط پروژه این مشتری رو این طرف برات انجام میده و شما این وسط سودش رو برمیاری، حالا مبلغ اون طرف رو بهش میدی. انجام دهنده کار شما نیستی، اما که رابط انجام شدن خدمات شما. مثال برات میزنم، تو خارج از کشور اوبر، داخل ایران اسنپ و تپسی و اسنپ خودش نمیاد تو رو برسونه، یک واسطه است بین مشتری و ماشینایی که داره و این کار اصلا هم کار بدی نیست. تروب نمیاد به تو محصولی بفروشه، اما واسطه بین فروشنده و خریدار و این وسط پورسانت خودش رو از رو کلیکا مثلا برمیداره. میدونید این روش الان داره اجرا میشه تو قسمت‌های مختلف، تو کالا، داخل تاکسیرانی و اینها. اما تو میتونی اینو وارد خدمات بکنی، خدمات بازاریابی، و ازش پول خوبی به دست بیاری. برای انجام این کار تو به 4 گام اساسی نیاز داری. یکی انتخاب کردن اسم مناسب، هویت بصری مناسب، لوگوی، ایمیل کاری، 2 تا شبکه اجتماعی که بتونن با در ارتباط باشن. مرحله دوم انتخاب بازار هدف. به جای انتخاب کردن کسب و کارهای ضعیف، برو کسب و کارهای قوی رو انتخاب کن که بتونن پول خوبی بهت بدن. مورد سوم پیدا کردن فریلنسر یا پیمانکار کالات که اینو میتونی از کانال‌های تلگرام، اینستاگرام و سایت‌های فریلنسری راحت پیدا کنی و بهترین افراد رو میتونی پیدا کنی. مرحله چهارم تقسیم وقته. تو این مرحله تو باید بیشتر وقتت رو برای پیدا کردن مشتری‌ها بذاری و مشتریاتو باید از تلگرام پیدا کنی، از اینستاگرام پیدا کنی، از سایت‌های فریلنسری مثل پونیشا استفاده کنی، از دیوار استفاده کنی که اونجا خود کارفرماها و کسایی که به پروژه نیاز دارن و پول خوبی هم میدن آگهی گذاشتن، دارن داد میزنن که بیا برا من کار کن. پیمانکار خفنت هم پیدا کردی دیگه تو سایت‌های فریلنسری و شبکه‌های اجتماعی. کافیه بری برای انجام پروژه. فکر می‌کنم تا الان کار دستت اومده. و اینم بهت بگم ما 3 نوع مشتری داریم. مشتریای ماهی، کسایی که میتونن زیر 10 میلیون هزینه کنن، مشتریای کوسه که میتونن از 10 میلیون تا 50 میلیون هزینه کنن و مشتریای نهنگ که از 50 میلیون به بالا خرج میکنن. و تو بازار هدفت برای شروع باید کوسه ها باشن. سراغ نهنگا نرو، چون کسی که داره کارو برات انجام میده که تو نیستی، اون فریلنسره که یک رزومه قوی داره. بعد که خودت هم تونست یک رزومه قوی با توجه به فعالیتایی که طرف داره برات انجام میده به دست بیاری، یک ارتباطات خوب بسازی، کم کم میتونی تیمت رو گسترش بدی، افرادی رو استخدام کنی. خب تو یه سری درآمدهای خفن به دست آوردی و اینقدر دیگه میتونی کار بکنی که 1-2 نفر رو بعد از 1-2 ماه وارد کار بکنی، بهشون حقوق بدی و همینطوری میتونی کسب و کارت رو رشد بدی از صفر که گفتم ساختن 4 تا اکانت داخل سایت های فریلنسری و شبکه‌های اجتماعی شروع کنی تا بتونی برای خودت یک آژانس تبلیغاتی و بازاریابی حرفه‌ای داشته باشی. اگه این ویدیو به دردت خورد خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو لایک کنی و ویدیوهای بعدیمون که میتونه در جنبه‌های مختلف زندگی و مالی بهت کمک کنه رو ببینی. خداحافظ.